حالا سخنی شد باشید و هزار فرزندان ورزشگر و میدانهای ورزشی می‌برند، هنر بالای خود نشان می‌دهند و بعدا سزاوار جایهای نمایان می‌شوند. هر کسی که در جمهوری تاجیکستان سزاوار جایهای نمایان و افتخاری می‌شود، امکان پیدا می‌کند که در مسابقه‌های سطح جهانی و بین‌المللی شرکت ورزد و معرفی دولت و ملت خویش شود. شاهدی هنر بالای پهلوانان ما می‌شود و روزهای پهلوانی معروف تاجیک در رشته بوکس نوروز جفایف، در رشته بوکس بهادر عثمانov.